بزرگواری بوده که ما وقتی که در مورد الله صحبت میکنیم و میگیم شرک نیاریم، فوراً میگن تو وهابی هستی. یعنی وقتی که حق الله رو میخوایم احیا بکنیم مارک وهابی به ما میزنن. واقعا اگر موحد بودن الله سبحانه و تعالی را یاد کردن و ذکر گفتن و شرک نیاوردن به الله سبحانه و تعالی وهابی بودنه، من اعلام میکنم به جهان که اولین وهابی هستم. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. و خلوص در یکتاپرستی و شرک نیاوردن در توحید الوهیت و ربوبیت الله حرف اوله که متاسفانه جریان فعلی روافض کاملا برخلاف و زاویه‌ای 180 درجه با خط راستین اسلام داره. درست. خواستم در ضمن برادر انصاری تشکر فراوان بکنم از شما. سلامت باشید. به خاطر روشنگری ها و افشاگری هایی که میکنید. سلامت باشید. واقعا بیدار کننده است. الحمدلله. الحمدلله. اگر امری نیست عرضی ندارم. و السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما برادر عزیز. دین اسلام دین محمد ابن عبدالوهاب نیست، دین ابن تیمیه نیست، دین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. اگر محمد ابن عبدالوهاب می بود یا نمی بود در دین اسلام تغییری ایجاد نمی شد. این دین الله سبحانه و تعالی است که به وسیله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کامل و شامل برای ما رسیده. توحید و یکتاپرستی حق الله سبحانه و تعالی است. توحید و یکتاپرستی رو الله سبحانه و تعالی امر کرده و از ما خواسته و جز ارکان دین ماست. اگر محمد ابن عبدالوهاب و غیر محمد ابن عبدالوهاب هر کسی که از دین گفت، از قرآن گفت و از سنت گفت با جان و دل میپذیریم. اگر خارج از قرآن و سنت حرفی زد چنان محکم به دیوار میزنیم که اثری ازش نمانه. ما به هیچ کس تعصب نداریم، هر کسی که میخواد باشه.